تو ویدیو قبلی با داستان کالدی و کشف قهوه آشنا شدیم. امروز میخوایم بریم سراغ انواع زیرگونه هاش. هر فنجون قهوه یه ماجراجوییه که با یک یا دو تا از پرچمدارای دنیای قهوه شروع میشه. ما برای قهوه 4 تا زیرگونه اصلی داریم که شامل عربیکا، روبوستا، لیبریکا و اکسلسا است. لیبریکا دونه های بزرگ و کشیده‌ای داره و معمولاً شکل نامنظمی دارن. طعم لیبریکا قوی، جسور و اغلب به عنوان دودی، چوبی یا میوه‌ای خشک توصیف میشه. بعضیا طعم لیبریکا رو به طعم انجیر یا کشمش تشبیه میکنن. لیبریکا اولین بار تو منطقه لیبریا دیده شده. دلیل نامگذاریش هم همینه. گیاه لیبریکا در برابر بیماری‌ها و آفات مقاومت بالایی نسبت به سایر پسرعموهاش داره و توی مناطق مختلفی از جمله فیلیپین، اندونزی و حتی هاوایی و آمریکای مرکزی کشت میشه. لیبریکا به دلیل فرآیندهای پیچیده فراوری کمتر از 1% تولیدات قهوه جهان رو شامل میشه. به همین دلیل هم توی اکثر نقاط دنیا از جمله ایران نمیشه پیداش کرد. هر گرم از دونه های لیبریکا حدود 1.3 میلی گرم کافئین دارن. پس لیبریکا انرژی ملایمی رو برای بدن فراهم میکنه. به دلیل کم بودن میزان تولید و اصطلاحاً نایاب بودن لیبریکا، این پرچمدار از گونه های گرون قیمت به حساب میاد. اگر بخوایم قهوه رو به حیوانات جنگل تشبیه کنیم، لیبریکا مثل یه ببره که در عین مرموز و کمیاب بودن یه طعم قدرتمند و قوی داره. در کل لیبریکا یک گنجینه مرموز و پنهان توی دنیای قهوه است و اگر کسی بتونه یه روزی قهوه لیبریکا رو امتحان کنه، مطمئناً یک اتفاق خاص و منحصر به فرد رو تجربه کرده. اکسلسا یکی دیگه از پرچمدارای دنیای قهوه است که بعضیا اونو زیرگونه از لیبریکا میدونن. اما به دلیل تفاوت‌های واضحی که با لیبریکا داره، اکثر کارشناسان قهوه اونو یه زیرگونه جدا میشناسن. دونه‌های اکسلسا گرد و بسیار کوچک هستند. طعم دونه‌ها اغلب به عنوان ترکیبی از میوه‌های خشک، شکلات تلخ، گل و ادویه‌های ملایم توصیف میشه. هر گرم از دونه‌های اکسلسا حدود 1.1 میلی گرم کافئین دارند که کمترین مقدار کافئین نسبت به بقیه پسرعموهاشه. سهم اکسلسا هم مثل لیبریکا کمتر از 1% کل تولیدات قهوه دنیاست و به همین دلیل قیمتش هم مثل لیبریکا خیلی بالاست و توی اکثر کشورها از جمله کشور خودمون نمیشه پیداش کرد. اگه بخوایم اکسلسا رو به یه حیوان تشبیه کنیم، روباه بهترین گزینه است. چون اکسلسا طعم مرموز و لایه‌لایه‌ای داره. به علاوه تجربه نوشیدنش به این آسونی‌ها نصیب هر کسی نمیشه. خب تا اینجای کار با پرچمدارایی از دنیای قهوه آشنا شدیم که احتمالاً هنوز تجربهشون نکردیم. اما الان میخوایم بریم سراغ 2 تا از زیرگونه های قهوه که در دسترس هستند و با ویژگی های هر کدوم آشنا بشیم تا بهتر بتونیم قهوه مصرفیمون رو انتخاب کنیم. اما قبلش خوشحال میشم کانال سیمک رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. وقتشه بریم سراغ قوی ترین پرچمدار دنیای قهوه یعنی روبوستا. توی هر گرم از دونه هاش 2.5 میلی گرم کافئین وجود داره که از سایر زیرگونه ها بیشتره. طعم بسیار تلخ و قوی داره و بادی بسیار بالایی. بادی بالا یعنی اینکه توی دهن حس سنگینی بیشتری ایجاد میکنه. نسبت به عربیکا اسیدیته پایین‌تری داره اما روغن بیشتر. شکل دونه های روبوستا کوچیک و گرده و خط وسط دونه ها معمولاً صافه. گیاه روبوستا مثل پسرعموی آسیایی خودش یعنی لیبریکا بسیار در مقابل آفات و بیماری ها مقاومه، ولی برخلاف اون فرایندهای فراوری سریع و ساده تری داره. همین عوامل باعث شدن که روبوستا 40% از سهم کل تولیدات قهوه جهان رو به خودش اختصاص بده.
به دلیل سادگی کش، باردهی بیشتر گیاه، مرغوبیت کمتر نسبت به عربیکا و استفاده های بیشتر در صنعت، قیمت قهوه روبوستا زیاد گرون نیست. جالبه بدونین قهوه اصلی مورد استفاده در تولید قهوه های فوری روبوستاست و در تولید محصولات ثانویه قهوه بیشتر از این پرچمدار استفاده میشه. شخصیت حیوانی روبوستا مثل یک فیل تلومند و پرقدرته که نمادی از استقامت و قاطع بودن طعم روبوستا و بالا بودن میزان کافئینشه. رسیدیم به ملکه دنیای قهوه یعنی عربیکا. عربیکا 60% از کل تولیدات قهوه جهان رو شامل میشه و قیمتش نسبت به روبوستا گرونتره. احتمال میره بزهای کالدی برای اولین بار از عربیکا خورده باشن چون خاستگاه اصلی عربیکا کشور اتیوپیه. طعم عربیکا طیف گسترده‌ای از طعم‌ها رو از میوه‌ای و گلدار تا شکلاتی و آجیلی رو شامل میشه. طعم نهایی قهوه بستگی به عوامل مختلفی مثل شرایط و جغرافیای رشد گیاه، روش فراوری دونه ها، میزان رست دونه ها و حتی روش دماوری قهوه داره. ظاهر دونه های عربیکا کشیده و بیضی شکله. اندازشون از روبوستا بزرگتر و خط وسط اسمانند دارن. برزیل، کلمبیا و اتیوپی به ترتیب بزرگترین تولید کنندگان عربیکا هستند. عربیکا به دلیل شرایط کشت سخت‌تر، حساسیت بیشتر در برابر آفات و بیماری‌ها، تقاضای بالای بازار و مرغوبیت بیشتر، قیمت نسبتاً بالایی نسبت به روبوستا داره. میزان کافئین عربیکا حدود 1.6 میلی گرم در هر گرم از اونه. آنتی اکسیدان‌های بالایی داره و نسبت به روبوستا روغن کمتر و اسیدیته بالاتری داره. نوشیدن عربیکا یک تجربه خاصه چون هم عطر و طعم خاصی داره و هم باعث سرزندگی و نشاط متعادلی در افراد میشه. اگه بخوایم عربیکا رو به یه حیوان تشبیه کنیم، شیر بهترین گزینه است. شیر سلطان جنگله و عربیکا هم سلطان قهوه هاست و در عین قدرت پیچیدگی‌های زیادی داره. خب تا اینجای کار با 4 تا پرچمدار دنیای قهوه آشنا شدیم و ویژگی هر کدوم رو فهمیدیم. اما چجوری بهترین قهوه رو متناسب با نیاز خودمون انتخاب کنیم؟ واسه جواب دادن به این سوال اول باید عوامل مختلف دیگه که روی قهوه مؤثرن رو هم بدونیم و در نظر بگیریم. این عوامل خیلی متنوعن، مثل روش فراوری، درجه رست، حتی روش دماوری. پس کانال سیمک رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون در مورد قهوه شناسی رو از دست ندید.